حتی 14 روز پیش از وفاتش چه مشقت و پیامبر کشید. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها ارضا میگه حبمون از جنت البقیع می اومدیم. گفت عایشه یاد داری همون گوسفند زهرآلوده که داده بودن مخورده بودن؟ گفت بله. گفت حال من جیگری مرا تکلیف میده. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم با کسل جیگر از دنیا گذشتن و روز تا روز میپرسید فردا نوبتی کی است، فردا نوبتی کی است، فردا نوبتی کی است، فردا نوبتی کی است. و همه همسراش گفتن حضرت جان ما راضیم که خود در خانه عایشه باشیم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها و ارضا روایت میکنه، میگه من آمدن حضرت عزرائیل احساس کردم. گفتن دیدی؟ گفت رخسارهای مبارک سرخ بود، سرخی روش رفته بود. و همون حالتی که آیت نازل میشید همون حالت بود. یعنی جبرئیل آمدن گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم الله رب العزت اختیار داده ترا، اگر میخوای همین دنیا، اگر میخوای ملاقات با پروردگار، لیکن الله رب العزت میگه من اشتیاق ملاقات با حبیبم دارم. حبیب خدا گفت جبرئیل من تیارم لیکن سوال دارم. خدا بعد سری من همین بالای امتی من چیکار میکنم؟ نگفت کودکی من بالای امتی من چیکار میکنم؟ گفت از چی میترسی؟ گفت خیلی امتهای پیشین سنگ و خوب و خرج دیدن، من خواهش دارم که امتهای من هم خیلی نسن. لا حول ولا قوة. گفت خواهش اجراست. خواهش دیمون گفت همین شفاعت امت خدا دست میاد. گفت الله رب العزت میگه اگر امتهای محمد تنبلی نکنن پیش از مردنشون 7 روز پیش توبه بکنن میبخشمشون. دیر میشود، 3 روز دیر میشود، حدی اقل گفت یک بار لا اله الا الله گفته باشد. حضرت از دنیا گذاشتن، قبرش ابو طلحه کردن. حضرت علی و عباس و فضل ابن عباس شوشتن، در لحد ماندن، بالاش که خاک میپرتافتن بلال حبشی. وقتی که از دنیا هم گذشت حضرت ابوبکر گفت بلال از اون موقع. حضرت گفت من نمیدونم، من میدونم من غلام بودم تو مرا آزاد کردی. سوال دارم که ابوبکر تو مرا برای خدا آزاد کرده بودی یا برای خدا؟ گفت بلال برای چی سوال میتی؟ گفت اگر تو مرا برای خدا آزاد کرده باشی من غلام میتیم بگو من از آن میگم، اگر تو مرا برای خدا آزاد کرده باشی دیگه مرا غم ندی. گفت بلال مثلا برای خدا آزاد کردم، من گفت دیگه از آن نمیگم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتش از آن بگو نگفت و از خلیفه اجازه گرفت که من دیگه طاقت کردن نمیتونم در مدینه مرا اجازه بده طرف شام برم. و مدت گذشت میگه شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خوابش در اومد، گفت چرا یک بار زیارت ما نمیری؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگه سحر دیگه سوار شد، میگه حتی دم نمیداد. میگه میام وقتی پیش قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد، میگه روحاش در قبر پیامبر میموند. حضرت جان من اومدم زیارت نبیروهای پیامبر صلی الله علیه و سلم ترمذی گرفته است، میگه گفتم که از اون بگو. حضرت میگه دیگه گپای نبیروها را رد کردن نتونست، خیس از اون گفت. وقتی گفت اشهد ان محمد رسول الله، حضرت بلال یک بار یاد آورد که با رسول الله چه خیلی میگشت، پوشش رفت، میگه به زمین افتاد. رفیقاش گفتن بلال ما را یتیم میکنن، اما بلال که واقعا عاشق بود چی گفت؟ من فردا با محمد و اصحاب محمد ملاقات میکنم. جان به الله تسلیم کرد رفت. در شبکه ابونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز میگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پهن میکنید. یک صحابه را زن روایت گوش بکنید. صحابه زن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد، گفت این زن تو، من زنا کردم. حضرت قانون خدا را بالای من جاری که مرا سنگسار. پیغمبر رو گرداند، گفتن شاید دستی ترا قبیده باشه. گفت من زنا کردم، گفت شاید آغوشت کرده باشه. گفت من زنا کردم، گفت شاید بوست کرده باشه. هر بار پیغمبر این کار میکرد او اقرار میکرد.
و پیغمبر گفت قانون خدا را بالاش جاری کنید. وقتی میخواستن گفتن حضرت جان حامله. حضرت گفت تو حامله یا باید سنگسار نشه برو. و وقتی کودک تولد شد در یه لحظه پیچان حضرت جان گفت من کودک به دنیا آوردم قانون خدا را بالای ما جاری. حضرت گفت این شیر میخوره. 2 سال بعد قرن نان آورد گفت حضرت جان این کودک دیگه محتاجی شیر نیست میتونه نان بخوره قانون خدا را بالای ما جاری کرد. و پیغمبر امر کرد اولین کسی به سنگ زد کی زدش؟ خالد ابن ولید زد. وقتی خونش پرید گفت خدا خونی پلید را رسوا کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم قدر ناراحت شد گفت یا خالد افیک جاهلیه حال ما میگه کره جاهلیت مونده این 4 سال دنبال ما دویدیست که قانون خدا رو بالای ما جاری با ما این مهلت دادیست. صحابه را ایمان شدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابهش برای ما و شما درس و عبرت هست. یک کاری همه را انجام بدیم حد اقل یک کارشون بیم همه حسدا را از قلب دور بکنیم. کجا رفتیم از این حسد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم سیدنا عمر فریاد کرد گفت عمر مرا دوست می‌داری؟ این حدیث شاید اهمش شنیدید. گفت بله حضرت جان من شما را دوست می‌دارم. گفت چند قدر؟ مرا زیاد دوست می‌داری پدرت؟ حضرت جان شما را، مادر شما را، فرزند شما را. آخران نقطه عمر مرا زیاد دوست می‌داری خطا. حضرت جان گفت مخم ایت بسیار دوست می‌دارم. و از لفظ حدیث بعضی همین قبل روایت میکنن و بعضی شارح ها عجیب میگه حضرت عمر از جوش خیست وقتی میرفت با بچهش ملاقات کرد گفت پدر چرا پریشان؟ گفت محمد بن عبدالله سوالم داد که مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ ما در جواب گفتم خود ما ایت زیاد دوست می‌دارم. گفت پدر جان چرا نگفتی ای رسول الله تو زیاد دوست می‌دارم؟ گفت عبدالله علی من این نفس سوال میکنم. 2 سوال یکم که ای نفس عمر تو زیاد محتاج به پیغمبری یا به عمر؟ و سوال دوم همی است که ای نفس عمر تو روز قیامت پیش خدا میری به عملای خودت میری یا به شفاعت پیغمبر؟ پدر جان گفت نفست چی گفت؟ گفت بچه جان نفسم گفت که ای عمر از تو زیاد محتاج به پیغمبر و اگر من روز قیامت پیش خدا میرم به عملای تو نمیرم و من امید و آرزو به شفاعت پیغمبر دارم. و دوباره آمدن گفتن رسول الله حتی من نفسی از جان عزیزم ده تو برای من عزیزی. حبیب خدا گفتن الان تمت سعادتک. عمر نو سعادت مندی و نیکبختی تو پر رشید. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر من شما را تعلیم و تربیت داد. 6 سالگیش ایمن روایت میکنه 6 سالگی کودک که 6 ساله وقتی که قبیله مادریش از زیارت رفت همه کودکا جمع شدن محمد ما تو را دوست می‌داره. رسول عجیب سوال میکرد واقعا مرا دوست می‌دارین؟ بله شما هم شاهد باشین که من هم شما را دوست می‌دارم. از 6 سالگی الکی در فکر محبت است. و حتی میگه اهل یهود و نصارا دیدن ایمن گفتن هذا سیدکم و نبیکم. ای مردم عرب همو پیغمبر را انتظار این کودک هست. و وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات مبارکش نگاه میکنین فلسفه 23 سال زندگیشه ما و شما را توصیه به محبت و یکدیگر فهمید. دین اسلام دین جوانمردی است. حتی ببین ابو سفیان تا حال ایمان نآورده نمیدونه که فردا مسلمان میشه و همسرش صحبت داره ما غلبه کردیم یا محمد غلبه کرد. هند همسر ابو سفیان گفت مرد گفت محمد برید. گفت چرا؟ گفت محبت صحابه پیغمبر با پیغمبر رابطه قلبی است زبانی نیست. و رفیقای با گفت زبانی. ابو سفیان با حضرت عباس صحبت میکرد. ابو سفیان گفت عباس محمدی برادرزادمون که زیاده 20 سال با اون مبارزه بردیم از 20 سال هم زیادتر 22 سال این روز غالب شد ما مغلوب شدیم. اگر این دادرزاده یتیم به کبر و غرور
اگر مکه بیاید و طرف خانه اینا بیاید هر دو شمشیر بکشید گفت پاره پارش بود. با برادرش با حضرت عباس صحبت میکرد. ابو سفیان همین زمان صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلم درون و اولین کلمه چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشید. ابو سفیان تعجب کرد، گفت عباس شنیدی؟ من شنیدم. محمد میگه که کسی در خانه من نکشید. چه؟ ما اینقدر بی‌عهدی و بی‌وفایی نسبت محمد کردم. بیروز محمد اینقدر قدر مرا بلند کرده. گفت من طوری شنیدم. گفت چیزی که شنیدی طوری هست. ابو سفیان گفت عباس اگر من برم مسلمان شم محمد این ایمان قبول میکنه یا نه؟ گفت برای قبول میکنه. ما بسیار عذاب شد دیگه. یکی اگر عرض اسلام کردم ایمان رو گردم من چیکار کنم؟ گفت برادر همه عذرهایی که برادر یوسف برای یوسف کرده بودند. وقتی در راه می اومد پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال گفت والله گفت مقدس ترین مکان حالا در نزد خدا کجاست؟ گفت بیت الله. لیکن ای بلال حالا تو در نزد خدا ای بیت الله هم بزرگی، بالای بیت الله برو عظیم. ابو سفیان وقتی دید بلال در بالای مکه است گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت یادداری زمانی بود که این غلام سیاه در درون خاک و خون آغشته بود. آیا بزرگی دین علی که غلام از کجا با کجا برد و مار از کجا با کجا برد. و آمد از پهلوی راست رسول الله عرض اسلام کرد. رسول الله روش کرد و از پهلوی چپش آمد و روش کرد. رو پروش آمد و همه عذرهایی که برادرای یوسف کرده بودند از را پیشنهاد کرد و پیغمبر همون جوابی که یوسف برای برادراش داده بود جواب داد و بیعت ابو سفیان قبول کرد. و پس آن گفت کسی در خانه هنده نکشید. هند هم اومد مسلمان شد. و حتی حبشی که امیر حمزه را شهید کرده بود همه هم اومد مسلمان شد. لیکن پیغمبر یک بار پرسیدش که امیر حمزه را چه خیلی شهید کرد؟ میتونی قصه بود؟ گفت علیک الصلوة و السلام. اون روز گفت کسی نبود که برابر محمد صلی الله علیه امیر حمزه شد مگر کشته میشی. گفت تو چرا چه خیر زدیش؟ گفت من بجا شدم زدم. پیامبر گفت میتونی که روپروی من اتوبی تعمق من راست بگیری. و در آخر روایت هست که همه حبشی هم روپروش میسود نباشه پیامبر از هر طرف تماشا میکرد. دین حق است. هندگی جگر امیر حمزه را مکیده بود امو را بخشید. پس بین ما و شما برادرها یک کمبودی میشه و امو را بخشیده نمیتونه. کدام انسان کمبودی نداره؟ همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم برادرها آرزو کرده که کاش که ما و شما را یک بارک میدیم. کاش که این آرزو را ما میکردیم که یک بار پیغمبر را میدیم. یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین جنگ احد بود میگه از این مردم سه بچه‌ش میگه آورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هردم چه خودش چلاق بود میگه رفته سه بود پیغمبر صلیش کرد گفت آخی بالای تو دفاعی فرض نیست. گفت کجا میری؟ گفت نمیدونم حضرت جان پام چلاق است من معذورم. یکی من والله گفت بوی جنت این طرف احد اونیست حضرت جان ما به خاطر رفته سنگیم شهید شما روز قیامت پیش خدا پای سواری میکنم. پیامبر میگه اولین کسی شهید شده همون شد والله دیدمش میگه جنت رفته است بود پاش سواری پیغمبر دوست داشت. همین خاطر برادرو در همین سرزمین بیایم یک کارهای خوب بکنیم که یا از کارهای ما خوبی اسلام دین جوانمردی مسلمانان را ببینند، نه اینکه ایوی ما و شما شدن نفرت از اسلام ما و شما بکنند، نه اینکه یک دروغ ما، خیانت ما، فریب ما، حیله ما، نیرنگ ما همین سبب شود و این مردم از دین اسلام نفرت کنند. هرگز همین کارا نکنند. و بسیار من میشنوم از برادران میشنوم میگه یا حیران میمونن کارهای ما میکنیم. به خاطر ببین ایوی ما شده در اسلام گپ نمی‌زنه و مقصد اومدن من چی است؟ کار کردن، نفقه اهل عیال و دین بزرگ بودنش نشان دادن است. تمام. الله رب العزت ظالم نیست که ظلم بکنه، ارحم الراحمین است. لیکن وقتی که میبینیم یک بلا و مشکل و بالامون آمده باید یک بار فکر کنیم که ما چی کمبودی داریم.
همین کسلی اومد دنیا را تشویش کرد، یه بار فکر نکردیم که شاید با پدرمون صحبت خوب کردگی نیستیم، شاید با مادرمون صحبت خوب کردگی نیستیم، شاید پدری پیرم داشتیم، مادری مظلوم هم داشتیم، شاید همسایه یتیم و بیوزن هم داشتیم. یک بار از حال اما خبردار هم نشدیم و او شبها که نماز پرتافتن و از من شما شکایت کردن و خدا این بلا را بالای سر آورد و تکان داد که هوشیار باش. و چند تا مسجدها هم بسته بود. با خدا هم قهری بودیم، نه نمازش هم میخوندیم، نه روزش هم میگرفتیم، نه حج نه زکات. خدا کنه که خدا با ما قهری نکنه که مشکل نیست. بگیم خدایا ما با تو آشتی شوی و صلح آمدیم. ما خیلی گناه بسیار بودیم. خدایا گناههای ما را ببخش. با خدا صحبت کنیم، درد دل بگیم. خدایا ما ایمان داریم که روز این دنیا میریم، تنها میمونیم در قبر، هیچ کم از خطیم. همون روز ما را تو تنها محفظ کن و اینمی عملای کردگیمون قدر بکن و در داخل قبرمون مونیسی عجل بکن. خدای روز قیامت یک تا سوال میشه. خدای روز قیامت ما را ای گناه ما مپرسی. ما همین دنیا در اقرار میکنیم که گناه داریم و اگر ما پیش تو میریم یا الله به دو چیز میریم. ما امید به رحمت و شفاعت پیغمبر. خدایا اگر روز قیامت ما را سوال میکنیم به قهاری و غضابی سوال نکن، به غفاری و ستاری سوال نکن. خدایا اگر تو روز قیامت ما را ای گناهامون بپرسی، ما تو را از رحمتت بپرسیم. اگر قهر و غضب کردی از مغفرت بپرسی. اگر عیب هامون آشکارا کردی ای ستاریت میپرسیم. پروردگارا اینقدر کارخانه وسیع است که کافر 100 ساله رو به لا اله الا الله میبخشد. ما مسلمانان رو ناامید نکرد. خدای این اکاب کسایی هستند که پیغمبر برای یا 23 سال همونش صرف کرد. هی امت قدر شابد آمد. پیغمبر برای یا شد خانه را ترک کرد، غارا را آتن گرفت. خدای با کم بودیم اونی آمد با بزرگی. خدای با کم بودیم اونی آمد با حواس و آرزوی پیغمبر. خدای پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که ما میدید. اگر پیغمبرت میدونست ما یک گناه میکنیم شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. خدایا در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی را نصیب و روز قیامت رفیقی را نصیب کن. خدای خودت وعده کرده جنتی ها هر خواهشی داشته باشند اجرا میشه. اگر در تقدیر ما جنت باشه ما رو با این برادران جنت باشه. و یک خواهش دیگه هم داریم یا الله، روز قیامت ما را اجازت بده با محمد علیه السلام صحبت کنیم. دردای دلمون ها بگیم محمد مختار دوست حتی از چون عزیزی ما برای ما عزیزی. خدای برای ما شده سر محمد خم نکه روز قیامت. خدای روز قیامت فریاد میکنه که امت محمد کجا؟ ما نیم برادرها قطع دست میبرداریم سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم دستای ما را پایان مگرد. ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. تو خدای ما راضی، لیکن ما هم بنده‌ای که همه ما راضی باشیم. خدای دین اسلام را بالای ما آوردی، ما قبول داریم، ما را همچون مسلمان قبول کن. خدای پیغمبر را بالای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول کن. ارحم الراحمین. اینقدر به تشویشی دگیم که خیال میکنیم که جنت جای ما هست. البته به تشویشی ما امید به رحمتت هست. ما رو ناامید نکن. از ما پدر و مادر گذشته باشه رحمت و مغفرت کن. اگر تا حال در درون قبر در سوال و جواب گرفتار باشه خدا سوال و جوابشون آسان کن. اگر قبرشون تاریک است روشن، اگر تنگ است واسه
اگر چاه دوزخ است باغ جنت بگرد. اگر حیاتان بالای سرمان همچون سایبانی سر نگه دارد. اهل و عیال و فرزندانمان سبب زیبایی زندگانی دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب بگرد. خدای عالمات گذشتش رحمت و مغفرت. خداوند باقیمانده عالمات عمری دراز، صحتی و سلامتی، الفت و مهربانی و یکدیگر فهمی را بین همه عالم، خصوصا عالمای تاجیکستان، بین همه مردم، خصوصا مردم تاجیکستان نصیب بگرد. پروردگار ای عالمایی تو هستند که ما راهی تر می‌یابیم، اگر یا نباشند ما کجا می‌رویم. پروردگارا وطن عزیز از جمیع آفت‌های آسمانی و زمینی در پناه اسمت نگهدار باش. پروردگارا از همین بیماری ما را خلاص کن و از این بیماری و از بینتر قلبهامون پر از کبر و غرور و حسد است و زبانهامون پر از دروغ و غیبت و سخنچینی است. خدا از این بیماری ما را خلاص کن. خدای ما شر می‌داریم به این زبان دروغ تو یاد میکنیم و به این قلب پر از کبر و غرور و حسد دعوا میکنیم تو را دوست می‌داریم. اما چه علاج؟ ما بنده ایتیم. خدای تو بخشنده هستی، بخشیدن رو دوست می‌داری، ما را ببخش یا الله. پروردگارا قلبمون اینقدر سخت شده و آبهای چشممون اینقدر یخ شده است دیگر برای تو اشک نمی‌ریزیم. خریدار آبی دیدت هست که ارحم الراحمین. قلبای ما را ملایم بکن و چشمهای آبی یخ شده ما را نرم و ملایم بگردان. خداوند این برادر را که همه برادرها را جمع کرد، در عمرش برکت، در کسبش برکت عطا. مادر مرحومش رحمت و مغفرت بده. حقش که از دنیا گذشته رحمت و مغفرت بده. قدر بزرگوارش و بالای سرش همچون سایبانی سرش نگهبان باش. از فرزنداش برکت شد و خدای در عمر کسب و تجارتش برکت عطا. و خدای این برادرای همش جمع شدیم یا به خاطر جمع شدیم. یا میدونم که خدای دارم که از در دیشان آگاهی هر خواهشی دارم، خواه دنیوی خواه اخروی با فضل و کرم براشون آسان.